آیین حال با نظر تمام اون صفت‌هایی که دیگر نامزدها داشتن دارد. حقوق شناس هست، جسور هست، تجربه دارد، خب سابقه هم دارد، در ترمان برای عقیده شتگی است. یعنی تمام این صفت‌های مثبت داشت، ولی اون صفت‌های منفی که دیگر نامزد داشتن اون نداشت. یعنی برد آیین حال در همین بود. و بار اول ما توانستیم اثبات کنیم که اون تهمتایی که در حق اسلام میکنن اینجا جا ندارد، که اسلام حقوق زن پامال میکند، فشار میارد. اگر اسلام شد همه زنها رو فرنگی میپوشانند، در کنج خانه و در آشخانه فقط جا میکنند. ما گفتیم نه برادران، ما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، من همین خانم که مسلمان هست، عقیده اسلامی به معنای اسلامگرا نیست ولی حقوق مسلمان ها را دفاع کرده میتواند، به حجاب هست، ما آماده هستیم که رو پیشنهاد